حاجی وعلیکم بچه صبح بخیر. ما وقت خیستم چیزا رو آماده کردم بکنم باش نارم شوی دفستاندی؟ 3 دفعه صدا کردیم هیچ نمیخیزم. برو بخیزانش دیگه برو. حاجی بخی سریس بخی. برو وسایل من میخورم. بخی که تکلیف معده داری. بخی پدرم نخیستم. بخی عمر دکن وسایل نمیخورم. سعی که عمر دکن بخی دان توکش کو بخی. دستوری تا بوشه بخی که چای تیار است بخی. بخی عمر وی بخی عمر دکه بخی تو چی شیشتی بخی برو شیت صدا کو. هرچی که صدا میکنم هیچ نمیخیزم اونم خلاص. چی کنم ما بخیزانمش؟ اگه میگی ما بخیزانمش نه اگه میگی ما بخیزانمش باشه ده سر تارش بخی او هی دیوانه مرد بگی شروع کن بخی برو ریتا پوشوی بخی او را کمپالا کجا میبری؟ گنس گل استنیه کلش خیر خدا بخی چیز چرا بچه؟ بخی سحری شده. چی شده ایره چی شده؟ هرچی که صدا میکنم هیچ نمیخیزم. چی شده او دختری را؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چی را میخوری بچه میسی سحری بیا؟ است. چی میکنه زن تو به خدا؟ سحریست چه رقم است که آقا و بچه یک رقم چرا نوقت میخیزو بچه میخل دستر راست میگه خودش وقت خسته است مادر به تکلیف کدی خانه میده. اوه زن به خدا تو چی میکنی سعی که تو کالای انا نده بدادی؟ جیبش است. چرا در سرم جای نمیشه؟ در آستین درو که در آیسی کلاره برو گمش کنه تو بیا بشین. چرا جنان تیار نان یخ میکنی؟ عقل داری نداری؟ بخی در قار خدا شوی که دستر خوش شیشتی بخیر طرف بشین. سر دست ما زدی یو سعی که برده که آیا نده سعی که دختر میخیزه یا آدم نیست میخیزه از شما که یک ساعت پیش چای جور میکنه ما از طرف روزم کار میکنیم از طرف شما وقت میخیزیم فقط دیگه یک روزه شما میگیرین سعی بشی. نماز کم از پلا میده مادر برو روی بشه. تا بوشه دانت بوشه که دانت بوی میده. بگی این مستد خوش داری. ما بسیار عمر دکه جوانی اینم تو بودی هیچ ما خیلی نه سعی که هیچ بچه چرا نوقت ماست است، میخیزن؟ یه خوش وقت داری. بخیزن. دیگه بشی چی؟ سعی بشی. 24 سال در جنگ هستی. این بچه را سر ما بیاب میگم. بخی دستر خانه جان دیگه کار نمیگیری بچه را سر ما بیاب میگم. من مادر جان از آن داد. بخی خواهد در سر چمکت اینه خواهد در سر کنه چند بجه شده مادر؟ بره بخیزی گلای من چیز زمان جان. برای این از خانه اولاد است تو نمیخیزه شوهر است از خانه نمیخیزه کل چیز سر من بندازه. بدن این تو روزه بگه به خدا چند روز از من تو بیساری خانه کجاست؟ ما دسترخوان نانوار نمیکنیم دسترخوان غم وار میکنیم.